من میگم تو استانبول فقط خونه نخر. تا آخر این ویدیو با من باش، پیشنهاد بهتری برات دارم. همونطور که لوکیشن و دسترسی های یک پروژه مهمه، زمان خرید و استفاده از شرایط پرداخت و آفرهای یک پروژه هم از درجه اهمیت بالایی برخورداره. وقتی پروژه در حال ساخت باشه، قطعاً قیمتش زیر قیمت منطقه است و این زمان طلایی خرید هست برای شما خریداران. یه خونه معمولاً برای زندگی و بر اساس سلیقه، نیاز و بودجه هر فرد خریداری میشه. اما پیشنهاد من اینه شما علاوه بر خونه‌ای که برای زندگی میخواید خریداری بکنید، یک کالای مصرفی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پولیتون خریداری بکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه یه خونه رو فقط بر اساس سلیقه شخصی خریداری بکنی و بهش توجه نکنی که چه آینده‌ای داره، منطقه رو به رشد هست یا نه، بعداً به فروش میره یا نه، قطعاً در آینده به مشکل میخوری. اگر سازنده معتبر باشه و متریال با کیفیت و عالی استفاده کنه، شما از همه جهات سود کردید و خرید عالی رو انجام دادید. نکاتی مثل ویو دریا، جنگل، مراکز خرید میتونه اولویت‌های بعدی باشه. از پروژه خرید کن که اجاره آوری بالایی داشته باشه، مثلا نزدیک به لوکیشن‌های اداری باشه یا بیمارستان و دانشگاه که بتونی در آینده درآمد داشته باشی ازش.